ایول بر اثر سیل شدید در دهه کشتودک در کنار شهر پنجکند 9 نفر از جمله 4 کودک به هلاکت رسیدند. جسد 7 قربانی سیل را از زیر خاک و لای بیرون آوردند. رادیو آزادی گفت مقامات نام 2 قربانی مسلمه اگنبردی و آرام ایرالیوا را که زیر لای مانده جان باختند اعلام کرد. نام 7 نفر باقی مانده که 4 نفر آنها کودک هستند تا حال اعلام نشده است. به گفته نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده این 7 نفر در چراگاه دهه کشتودک که از محل زیستشان 30 کیلومتر دورتر بوده است تومه سیل شدند. شام 19 ایول در ناحیه کوهستان مشچا، دیوشتیچ و عینی نیز بارشات شدید و سیل و آبخیزی مشاهده شده است. در ویدیوهایی که آزیا پلوس از ناحیه عینی نشر کرد دیده می شود که سیل حتی یک ماشین سبکرو را برده است. در اول ماه مای نیز بر اثر سیل و بارشات در تاجیکستان 9 نفر به هلاکت رسیده، 10 خانه و 100 هکتار زمین کشت خراب شدند. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی به شمار می رود. به حساب‌های مقامات از سال 1992 تا سال 2020 آبخیزی و سیل و زمین لرزه، لغزش خاک و دیگر آفت‌های طبیعی به اقتصاد کشور حدود 2 میلیارد دلار ضرر رسانیده است.